عرض سلام، عرض ادب و عرض تسلیت به محضر همه شما بینندگان خوب و عزیز برنامه یاد خدا. حقیقتاً جای حضرت آیت الله رئیسی بین ما خالیه. امیدواریم که خدای متعال دلهای هممون رو تسلا بدن. داغ سختی بود و یه مقدار بیتابی ها زیاده در بین مردم، این زیاده. اگرچه این داغ پر از حماسه است، داغ پر از افتخاره. خدا رو شاکریم که بعد از بیش از 4 دهه از انقلاب خمینی کبیر، فرزندان خمینی کبیر همچنان راه بزرگوار رو ادامه میدن و این ما رو امیدوار میکنه به اینکه انشالله این انقلاب به دست صاحب اصلیش برسه. الهی آمین. انشاءالله که ما باشیم. این که قطعی است، این رو ما یقین داریم. انشاءالله فقط باشیم، ما مؤثر باشیم در این مسیر. انشاءالله ما بتونیم ذره‌ای مثل این عزیزانمون خدمت بکنیم به این مملکت، به این شیخانه اهل بیت، به این نظام مقدس اسلامیمون که زمینه ظهور حضرت ولیعصر و دولت کریمشون رو داره فراهم میکنه. انشاءالله. چه خبر؟ الحمدلله همه چی خوبه؟ خدا رو شاکریم، هم به خاطر نعمت ولایت رهبر عزیزمون و هم به خاطر وجود یه همچین مردمی و هم به خاطر یه همچین پیوندی که بین امت و در واقع امام برقراره و اون وقت کارگزاران صدیق و خدوم و با اخلاص تو این مسیر مردم هم میفهمن، هم قدردانن و هم ارتباط و علقه قلبی باشون برقرار کرده. الهی که خدا زیاده بگرداند این مسئولین خادم رو برای مملکت ما انشالله. به برکت این همه حضور آگاهانه و پر از بصیرت مردم، این همه قدر شناسیشون. فرمودن دیگه ید الله مع الجماعه، دست خدا با جماعت مملکت ما داره، یعنی در طول تاریخ انقلاب همیشه دین خودش رو ادا کرده به بهترین شکل. دفاع مقدس، بعدش تحریم ها، جنگ ها، فشارهای اقتصادی و همه جوره. الان هم اینقدر قشنگ پای نظام اسلامیمون ایستادن. انشاءالله به برکت این ایستادگی ها یه رئیس جمهور در خور شأن این مردم مثل شهید جمهور عزیزمون آقای دکتر رئیسی رضوان الله علیه نصیب و قسمتمون بشه. الهی آمین. که ادامه مسیر رو خیلی با شکوه و پرشورتر از گذشته انشالله پی بگیرن. خب عرضم به حضور شما که رئیس جمهور فقید شهید ما به ارزش‌های دینی، حالا در کنار بقیه موارد، خیلی پایبند بودن. یکی از اون مواردی که خیلی ایشون بهش پایبند بودن، دغدغه‌شون بود و اهمیت فوق‌العاده زیاد بهش میدادن، نماز بود. یعنی توی سفر و غیر سفر، توی سخت‌ترین شرایط، حالا اون چیزی که ما تو تصاویر میدیدیم و دیگرانی تعریف کردن و میکنن، براشون فرق نمیکرد توی سازمان ملل باشن، الان در حین سفر باشن. موقع اذان و نماز که میشد اولویتشون نماز جماعت بود، نمیشد فرادا نمازشون رو به پا میکردن. از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون. ما از این برنامه شنبه شب‌ها میخوایم با حضور حاج آقای گودرزی عزیز و نازنین راجع به ستون دینمون صحبت بکنیم که من اینجوری پل زدم به موضوع برنامه که عرض کردم که از دغدغه‌های رئیس جمهور شهیدمون هم بود. من یه سوالی مطرح هست برام برای که با گفتگو باز بشه، اگه صلاح دونستید با این شروع بکنیم. این که تو منابع دینی ما که آیات نورانی قرآن کریم هست و کلمات تأثیرگذار و نورانی اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، به نماز خیلی بها داده شده، خیلی زیاد. حالا عباراتی مثل این که نماز ستون دین است و در واقع معراج مؤمن است و نمیدونم اولین پرسشی است که روز حساب از ما در واقع سوال میکنند و اینها، نمونه های از این دسته. علت این همه تأکید، این همه توصیه دین به موضوع نماز چیه حاجا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من با اجازه شما اولا هم از محضر حضرت عالیه و هم از محضر همه بینندگان عزیز و فرهیخته شبکه قرآن عذرخواهی میکنم که صحبت کردن از نماز
واقعا بدون هیچ گونه تعارفی حقیقتا عرض میکنم خیلی بزرگتر از دهن مثل بنده. منتها از باب یکی رب حامل فقه الی من هو افقه منه، و یکی از باب این که بالاخره آدم راجع به چیزایی وقتی حرف میزنه امید اینو داره که خدا هم یه نظر لطف و مرحمتی بهش بکنه و خودش هم اهل بشه. از این بابها محضر عزیزانمون کلمات اهل بیت علیهم السلام رو تقدیم میکنه. زنده باشین. ببینید من اگر اجازه بفرمایید یه مقدمه‌ای رو عرض بکنم، یه نکته رو باید خیلی بهش توجه بکنیم و اون نکته مهم اینه: ما گاهی وقتا نسبت به افعالمون، نسبت به کارهایی که انجام میدیم یه مقداری دقت بیشتری باید بکنیم. یعنی چی دقت بیشتری بکنیم؟ ما خیلی وقتا فعلها و کارهامون رو فقط در حد یک صورت، در حد یک ظاهر میبینیم. حالا چه کارهای خوب چه کارهای بد. مثلا خدا نکرده کسی که دروغی از دهنش در میاد بیرون، خدا نکرده غیبتی میکنه، دلی میشکنه، میگه آقا مثلا یک کلمه گفتم دیگه. خب یعنی دروغ رو در حد مثلا یک حرکت، مثلا صوت، حرکت امواج مثلا صوتی میبینه و دیگه برای او حقیقتی قائل نیست. برای غیبت دیگه حقیقتی قائل نیست. آقا ما حالا یه حرفی زدیم دیگه، حالا حرف مثلا کسی که حرف زشتی خدا نکرده از دهنش بیرون میاد، حالا یه حرفی زدیم دیگه. ببین میگه یه حرفی زدیم، ولی این واقعیت مسئله اینه که اعمال ما فقط یک حرف و یک صورت نیستند. اعمال ما حقیقت دارند و ما این حقیقت رو الان نمیبینیم. دنیا عیبش اینه که ما تو حجابیم، خیلی چیزا رو ما تو دنیا نمیبینیم و وقتی که از این دنیا رفتیم، یوم تبلی السرائر شد، اسرار عالم رو شد، اون وقت میبینیم عجب کارهایی که ما انجام داده بودیم صرف یک کاری که حالا یه چیزی گفتیم و شد و گذشت و اینا نیست. اصلا اون چیزی که ما ازش تعبیر میکنیم به بهشت و جهنم، حالا بارها گفته شده و شنیدیم، بهشت و جهنم در واقع یه سفره‌ایه که کأنه آشپزش خود ماییم، دست پخت خودمون رو در واقع سر این سفره مهمان هستیم. ما تو بهشت و جهنم نتیجه اعمالمون رو نمیبینیم، خود عملمون رو میبینیم، خود کارمون رو میبینیم و وجدوا ما عملوا حاضرا، خود عمل رو حاضر میبینیم. یا تعبیر قرآن داره که انما تجزون ما کنتم تعملون، خود عملتون پاداشتونه. حالا کار خوب کردی، همون کار پاداش شماست. خدای نکرده کار بد مرتکب شدم، همون کار رو میگن بسم الله تویی و این عملت. این چیزهایی که مثلا ما ازش تعبیر میکنیم به لذت‌ها یا مثلا عذاب‌های بهشت و جهنم همینه. ببین مثلا کسی میاد تو دنیا، میاد دست میکنه جیبش، یه پولی رو کمک میکنه به یک فقیری برای اینکه مثلا زندگی او یک گرهی ازش باز شه، یک کمکی به زندگی او بکنه. خود همین رو اون طرف میبینه که یک موجودی اومد و گرهی از زندگی اون طرف خودم باز کرد. خب یا بالعکسش، اون نیش و کنایه هایی که من تو دنیا به کسی زدم، اون تیکه هایی که انداختم، اون تمسخر و استهزاهایی که کردم، اون تحقیرهایی که کردم، خود همینها تو قیامت تبدیل میشه. خود اینا چیا هستن؟ اینا به قول به تعبیر تمثیلیش مار و عقرب هایی هستند که اینا بسم الله، اینا همونه که خودت تولید کردی، اینا همون چیزی که خودت به وجود آوردی و یه روزی به جون یه کسی انداختی، دلشو شکوندی، اذیتش کردی، حالشو گرفتی. خب همینا رو روز قیامت میذارن سر سفره و میگن بسم الله. گفت آن سخنهای چو مار و کژدمت، مار و کژدم گردد و گیرد دمت. همونه، همون حرفی که زده میاد سر وقت بر خدا. یه تعبیر امام صادق علیه السلام داره، حضرت میفرماد که ارض الجنت قیعان و ان غراسها سبحان الله سبحان ربی العظیم و بحمده. حضرت میگه زمین بهشت خالیه، شما بیا درخت توش بکار، شما بیا توش باغ و بستان بنا کن. بهشت هر کسی چقدره، چجوریه، چه امکاناتی داره، امکاناتش خودمون فراهم میکنیم.
امکاناتش رو خودمون ایجاد میکنیم. یک کسی اومد محضر پیغمبر به اسم قیس ابن عاصم، اومد از پیغمبر درخواست موعظه کرد. چقدر خوبه این کار. یا رسول الله، میشه یه پندی، یه اندرزی، یه نصیحتی، یه موعظه، یه چیزی به ما داشته باشی؟ پیغمبر فرمودن که ببین قیس، تو یه همنشینی داری، یه دوستی داری، یه رفیقی داری، یه همراهی داری که این با تو دفن خواهد شد، کنار تو خواهد بود. اگر خوب باشه اون همنشینت، اگه خوب باشه تو قبر تو به تو خیر میرسونه، به تو کمک میرسونه، تو اون تنهایی تو اون وحشت تو اون اضطراب تو اون اضطرار تو اون حوادثی که ممکنه برای تو پیش بیاد از تو دفاع میکنه. و بالعکس اگه این همنشین تو بد باشه، زشت باشه، متعفن باشه، تو رو رهات میکنه، ولت میکنه، تسلیمت میکنه تا عذابها تو رو از بین ببره. میگن یک کسی به اسم قاضی سعید قمی، اینو مرحوم شیخ بهایی نقل میکنه، میگه یه رفیقی داشت، این رفیقش تو اصفهان خیلی زیاد اهل رفتن تو قبرستون بود. چقدر توصیه بزرگان ما به یاد مرگ و رفتن تو قبرستون هست. میگه این اهل این بود که زیاد میرفت قبرستون. یه بار این قاضی سعید ازش سوال میکنه، فلانی تو این همه رفتی تو این قبرستون، چیز عجیبی هم دیدی؟ گفت اتفاقا دیروز یه چیز عجیب دیدم. چی دیدی؟ گفتش که یه کسی رو دیروز اومدن دفن کردن. وقتی اینو اومدن داشتن دفنش میکردن، یه دفعه دیدم یک بوی عطر عجیبی کل فضای قبرستون رو گرفت، طوری که اصلا من تا حالا همچین عطر خوشی رو تو زندگیم استشمام نکرده بودم. فهمیدم که این عطر دنیایی نیست. دقت کردم ببینم ریشه این ماجرا، ریشه این بوی خوش کجاست. دیدم یه جوان بسیار خوش سیمای، خوش صورتی، او معطر، رفت با این میت داخل قبر. داره یه در واقع مکاشفه‌ای براش اتفاق افتاد، داره یک حادثه رو داریم. دیدم این با او وارد قبر شد. چند لحظه نگذشت، یه دفعه دیدم یک بوی بسیار متعفن، بدطور، طوری که اصلا تو دنیا همچین بوی تعفنی رو تا حالا نشنیده بودم و حس نکرده بودم. فضای قبرستون رو پر کرد. نگاه کردم دیدم این بو از یک سگ بسیار بدبوه که اتفاقا اون رفت داخل همین قبر. همینجوری دارم هاج و واج این صحنه رو تماشا میکنم. حالا این مکاشفه و لطف خودت که حالا مثلا به ایشون نشون داده شده. یه دفعه دیدم چند لحظه بعد اون جوان خوش سیمای معطر با سر و صورت زخمی از تو این قبر اومد بیرون. عجب. خیلی برام سوال شد که چی شد، چه اتفاقی افتاد. دنبالش دویدم. بهش گفتم که تو کی هستی؟ گفتش که من اعمال صالح این آدمم. خب چرا زخمی گفتم چرا اینجوری شدی، چرا اصلا اومدی بیرون؟ گفت اون سگ متعفن رو دیدی، اون گناهانش بود. و چون گناهانش بیش از اعمال خیرش بود، اون سگ متعفن بر من غلبه کرد و من از قبر بیرون کرد. و این سگ متعفن با او هست تا زمانی که او پاک بشه، حالا مشمول شفاعت بشه یا هر اتفاقی که بیفته، هر وقت یا خیراتی بهش برسه، مثلا از بازماندگان، هرچی، هر وقت که او رفت اون وقت من میرم کنار او. خب این خود عمله، میگه من عمل صالحشم و او گناهانشه. خب دارم فکر میکنم که این ماجرایی که دارید میفرمایید که همش هم خیلی تأمل برانگیزه، ارتباطش با نماز چیه؟ بریم و برگردیم باز اگه صلاتون هستین راجع به این ارتباط صحبت بکنیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب قرار شد ببینیم این صورت‌های باطنی اعمال رو که آقا فرمودن، این روایات و حکایات‌های زیبای دلنشینی که شنیدیم، ارتباطش با موضوع برنامه‌مون که ستون دینمونه، یعنی نماز چی است؟ آقا سر پا باشیم. 6 دقیقه هم بیشتر فرصت بزرگوار است. عرض ما اینه که خب یکی از مهمترین این اعمال که او هم صورت باطنی و ملکوتی داره مسئله نمازه. و نماز در واقع اون صورت باطنیش به دو صورت میتونه باشه. یه تعبیر زیبایی وجود مبارک امام صادق علیه السلام درباره این مسئله باطن نماز دارن. خدا رحمت کنه امام راحلمون رو،
ایشون تو کتاب آداب و صلاتشون این روایت رو نقل میکنن. حضرت فرمود امام صادق علیه السلام میفرماید که کسی که نماز میخونه، من صلا الصلوات المفروضات، اون کسی که نمازهای واجبش رو میخونه، اگر تو اول وقت باشه، اون به تعبیرشون و اقام حدودها، رفع الله الملک الی السماء بیضاء نقیه، ملائکه این نماز رو میبرن بالا در حالی که این یک چهره سفید درخشانی داره. نماز این چهره رو داره. بعد میگه تقول، نماز صحبت میکنه، همون چیزی که من بهش توجه نکردم و باید بهش توجه کنم، همون چیزی که میخوام بگیم یه باطن داره. نماز داره حرف میزنه. حفظک الله، اون کسی که اول وقت خونده با آدابش، خدا حفظت کنه، داره دعا میکنه. نماز داره دعا میکنه. کما حفظتنی، همون جوری که منو حفظ کردی و منو به عنوان امانتی در اختیار این ملک کریم قرار دادی. و بعد حضرت میفرماد که و من صلاها بعد وقتها من غیر علت، کسی که بی دلیل دیگه نماز رو به تأخیر میندازه، ولم یقم حدودها، اون ادب نماز رو، اون آداب نماز رو رعایت نمیکنه، میفرماد ملک میاد این نماز رو بالا میبره، سوداء مظلمه، سیاه و تاریک. ببینید من نماز رو این کارو باش کردم. و هی تهتف به، نماز صدا میکنه، ندا میکنه، ضیعتنی، منو ضایع کردی. بیداد بیداد، ضیعک الله، خدا ضایعت کنه. نفرینه، نماز نفرینم میکنه، منو ضایع کردی، خدا ضایعت کنه. و همونطوری که تو نتونستی اون حدود و شرایط من رو رعایت کنی، خدا هم تو رو مراعات حالت رو نکنه. امام راحل رضوان الله تعالی علیه بعد از نقل این روایت میفهمن دو تا نکته از این روایت ما میفهمیم. نکته اول، نماز صورت باطنی دارد و ما با اون صورت باطنی داریم ارتباط برقرار میکنیم. ما داریم ایجاد میکنیم که صورت باطنی نمازمون چه شکلی باشه. و نکته دوم، میفهمد که این صورت باطنی حیات داره، زنده است. بعد این آیه شریفه رو ایشون امام راحل تو کتاب آداب و صلاتشون بعد از ذکر این روایت میفرمایند که و ان الدار الاخره لهی الحیوان، اون عالم خواهیم فهمید که نمازمون زنده است. یه روایتی از امام صادق علیه السلام تقدیم بینندگان عزیزمون کنه. امام صادق علیه السلام فرمودن که وقتی مؤمن از دنیا میره 6 تا صورت زیبا و خوشرو با او وارد قبر میشن و هر کدوم یک طرف او قرار میگیرن. یکی سمت راست، یکی سمت چپ، یکی پیش رو، پشت سر، بالای سر و پایین پا، که اونی که بالا سر هم زیباتره و هم کنه حافظ این هاست. مؤمن سوال میکنه شما کی هستید؟ زن و بچه منو رها کردن، رفقا منو رها کردن، هیچ کس دیگه با من نیومد اینور، شما کی هستید با من اومدید اینجا؟ سمت راستی خودشو معرفی میکنه، میگه من نمازتم. عجب. سمت چپیه میگه من زکاتم. پیش رو میگه من روزه‌ام، پشت سر میگه من حجم، پایین پا میگه من کارهای خوبیم که احسانهایی که انجام دادی. از بالا سری سوال میکنه شما کی هستی که حافظ اینها هستی و از همه اینا زیباتری؟ داره که او جواب میده انا الولایه لآل محمد صلوات الله سلام علیهم اجمعین، من ولایت اهل بیت علیهم السلام هستم که در واقع اون روح حاکم بر اعماله. بعد بزرگان ما از این روایت اینو استفاده کردن که آقا اولا که اینها هر کدوم معلومه یه خاصیتی دارند. خب یعنی خاصیتشون چیه؟ یعنی یک بلاهایی که از هر طرف ممکنه به من برسه، آسیب‌ها، انحرافات، عذاب‌ها، هر کدوم از این اعمال مأموریت دارن جلوی که از اینها رو بگیرن. و این نمازی که سمت راست من قرار میگیره که ما ازش تعبیر میکنیم تنها عن الفحشاء و المنکر، کلی از عذاب‌ها و آسیب‌ها و انحرافات رو او دفع میکنه. آره. لذا نمیتونم بگم خب آقا نماز مثلا تشکر از خداست، خدا ممنونتم نماز نمیخونم. نه خیر، اتفاقا نماز رو باید بخونی برای خودت که آفات و بله، چون این نماز با این ویژگی هاست، با این هیئتی که خدا گفته انجام بده، این خاصیت رو داره و هیچی هم جایگزینش
نیست. انشالله که حالا توفیق داشته باشیم عامل باشیم به این چیزا، انشالله اون جوری نماز رو بخونیم که این اثر رو داره، اثر داشته باشه و دعامون کنیم و این چهره زیبا ما رو همراهی میکنه که همه لازمش داریم در اون لحظاتی که نگرانشیم. انشالله حالا چه جوری شو هفته های آینده انشالله توفیقی باشه از شما بشنویم و یاد بگیریم نماز درست درمون بخونیم. خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردیم. سلامت. اجرتون با نبی مکرم. زنده باشه. زنده باشه. خیلی ممنونم از همراهیتون. ثواب این برنامه‌مون اگر ثوابی داشته باشه که به نظرم حتما داره، چون راجع به نماز صحبت کردیم که معراج مؤمنه، هدیه میکنیم به مؤمنینی که اخیراً به معراج رفتن، شهدای عزیزمون، شهید جمهورمون استایت الله دکتر رئیسی عزیز و بقیه همراهانشون، وزیر امور خارجه انقلابی و مؤمنمون، امام جمعه خدوم و مهربان و زحمتکشمون و بقیه همراهانشون. انشالله همشون برای ما نفس بزنن، دعاگو باشن، مخصوصا رئیس جمهورمون سفارش ما رو به امام رضا جانمون بکنن، انشالله پذیرا باشن. خیلی ممنونم که تا پایان همراه بودین. مراقب خودتون و خوبیهاتون و نمازهامون انشالله باشیم. التماس دعای